دیگر آخرانش یک باره این را هم تمام کنیم و با همین راه ها تمام می شود موسیقی می باشد. درباره موسیقی پیشتر صحبت کرده بودیم. ابن قیم چیزی خیلی خوشرو می گویند در کتابشان. می گویند بدانید، در اغاثة الاحفان بوده است، کتاب را همون قسمش را به اینجا آوردگی هست. میگوید عدو الله، میگوید شیطان، آنهایی که هم عقل و هم دین و هم علمی ضعیف دارند، یعنی هم از جهت عقل ضعیفند، هم علما ضعیف هستند، هم دینا ایمانا ضعیف هستند، قلبهای آن را با موسیقی صید میکند، شکار میکند. شکار کردن قلبهای انسانهای بی سواد، کم ایمان و این چونین به عقل از طریق موسیقی است. امروز چقدر انسان ها عاشق موسیقی هستند، زن و مرد، بزرگ و کوچک. سبحان الله. بعضن خواهران عزیز، یکی از احوال تاجیکستان با خبر شوم، گویان در یوتیوب تاجیکستان می نویسم یا می نویسم مردمی تاجیک مثلا، می بیند فقط کنسرت و سبحان الله کنسرت هم داخلش تقریبا از 40 بالا پیرزن ها، از 40 بالا پیرزن ها دارن میرقصن، کفکوبی میزنن و اکثریتشان یک سطرچه هم دارن. با اینها چی میگویی؟ آیا عقلی کم دارن یا دینی کم دارن یا سوادی کم دارن یا هر سه در اینها هست که در این سین و سال، در 40 سالگی، 50 سالگی، 60 سالگی انسانی که به 40 میرسد و عقلش نمیرسد دیگر به او هیچ امیدی نیست. میگوین در همون آیتی که وقتی فرزند به 40 ساله میرسد به قدر حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 گفته در دوام آیت آمدگی است که میگد رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی، یعنی پروردگار میگد انسان به 40 وقت رسید میگد که خدایا به من دیگر عنایت بفرما تو که به تو شکر گزار باشم و به پدر و مادرم شکر گزار باشم. خدایا دیگر مرا در راه خودت ثابت نگه دار، همیشه عملهای انجام دهم که تو دوست می‌داری. یعنی بعد از 40 سالگی پروردگار میگه انسان عقلش کامل می شود و پیامبر هم صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی پیامبر شده بودند. اکنون ببینید که زنهایی که از 40 گذشته است پول میدهد و دو رقاصه را تماشا کرده کفکوبی میزند، این رو چی گفته میتوانید؟ سبحان الله. زنی تاجیک مسلمان او میگوید وقتی من مردم مرا کفن کنید، به من جنازه خوانید، دعا میکند، دست میبردارد و گفته ایستادم اکثریت کانسرت ها همون زنها، آن هم زنهای پیر هستند. ببخشید.